هی رفقا، خوش اومدی به این ویدیو جدید از چنل نیکو کد. من محمد یاسین زال هستم و میخوایم وارد اولین پودمان کتاب ارائه دهنده خدمات رایانه‌ای بشیم. کتابی جدید برای بچهای پایه دهم رشته شبکه و نرم افزار. آماده اید؟ پس بریم بهتره کنیم. خب بریم سراغ آموزش. با نام یاد خدا این پودمان رو شروع می‌کنیم. می‌خوایم بپردازیم به این که اصلا ما چرا باید این پودمان رو یاد بگیریم، اصلا برای چی داریم ما این پودمان رو می‌خونیم و یادش می‌گیریم. قبل از این به یک سوال بپردازیم. آیا تا به حال شده متن رو تایپ کرده باشید ببینید به هم ریخته، یکی این ور یکی اون ور، فونتاژ به هم ریخته، فاصله ها درست نیست، جدول به هم ریخته، یا مثلا در واقع نوشته انگلیسی فارسیتون شلخته پلخته شده، خلاصه فاتحه متنتون خونده شده. حالا اون متن مهم میتونه باشه، میتونه مقالتون باشه، میتونه پایان نامتون باشه، میتونه یه نامه اداری باشه و. خب حالا اینجا که ما میفهمیم اهمیت اصولی تایپ کردن و درست تایپ کردن در چیه و ما چرا باید این پودمان رو یاد بگیریم و به قول ما پاسش کنیم. و این پودمان همونطور که از اسمش پیداست تایپ و صفحه آرایی متن سفارشیه. خب معلومه دیگه، این داره به ما نشون میده که تایپ کردن خیلی اهمیت زیادی داره. و نرم افزاری هم که در این پودمان آموزش داده میشه مایکروسافت ورد 2024. شاید شنیده باشید، به گوشتون رسیده باشه، شاید هم نه، اما یکی از نرم افزارهای مهم آفیسه و علاوه بر مدرسه‌تون در محیط کار به دردتون خواهد خورد. پس لذا نرم افزاری نیست که بگین الان یاد بگیرید بذارید یه گوشه، نه، این نرم افزار در محیط کار و آینده شغلتون میتونه تاثیرگذار باشه. حالا اینکه چجوری نصبش کنید، دانلودش کنید، چجوری کرکش کنید رو ما به زودی داخل کانال یوتیوبمون آپلود میکنیم، ویدیوی آموزشیش رو و فایل های مربوط رو هم داخل کانال تلگراممون بارگذاری میکنیم. آیدی این دوتا هم یکی است. تا قبل از اینکه یادم نرفته من بگم @نیکوکد_official که این بالا هم نوشته شده. خب قبل از اینکه بریم سریع ویدیو آموزشی رو شروع کنیم و بپردازیم به مباحث، ازتون میخوام که چون ویدیو اول چنلمون هم هست ما رو سابسکرایب کنید، لایک یادتون نره، اون زنگوله کنارتون هم صدادار کنید، ممنون میشم. پس بریم سراغ آموزش. حال میپردازیم به کاربردهای نرم افزار ورد. همونطور که در اسلایدهای قبل گفتم یکی از پرکاربردترین نرم افزار در محیط کار و زندگی روزمره هستش که در واقع امکانات پردازش متن رو به ما میده و هم ساده است و هم موثره. و اینکه اگر کسی سابقه استفاده از نرم افزارهای گروه آفیس رو داشته باشه از این نرم افزار میتونه به راحتی استفاده کنه. حتی اگر هم نگران نباشید، جای نگرانی اصلا نیست. حتی اگر هم شما سابقه استفاده از هیچ کدوم از گروه‌های نرم افزار آفیس رو ندارید، باز هم این ویدیو طوری آموزش داده شده که شما از 0 تا 100 کار با ورد رو خواهید یاد گرفت. و یک نکته دیگه رو هم عرض کنم خدمتتون برای کسایی که میخوان یه چیزی فراتر از کتاب یاد بگیرن. اگه دوست دارید و علاقه‌مند هستین راجع به نرم افزار ورد اطلاعات بیشتری کسب کنید، از تاریخچه، از نسخه هاش، از تفاوت هاش، از کاربردهاش، اینا میتونید یه پادکست ما ضبط کردیم که داخل کانال تلگراممون قرار میدیم. آدرسش هم در اسلایدهای قبل بهتون گفتم. میتونید عضو بشید و لینک پادکست رو اونجا ما میذاریم، میتونید پادکست رو گوش بدید. خیلی خوشحال میشیم. میریم اسلاید بعد. برای کاربردهای نرم افزار ورد 2024 قراره یکم گپ و گفت کنیم. خب میخوایم بپردازیم به کاربرداش. ما 6 تاشو نوشتیم اینجا که من میخونم تک به تک و یه توضیح هم میدم، شما هم گوش کنید با دقت و نکته برداری کنید. درج تصویر و اشکال هندسه گرافیکی. خب ما به چی میگیم درج تصویر؟ و هر آنچه فایل فرمت تصویری رو وارد نرم افزار کنه ما میگیم درج تصویر. و اشکال هندسی. اشکال هندسی فرق داره با درج تصویر. اشکال هندسی به تمامی شیپ ها، به تمامی شکل هایی که داخل نرم افزار موجود هست و ما در فایلمون استفاده میکنیم اشکال هندسی میگوییم. و اشکال گرافیکی هم که مثلا میشه استیکرها، میشه مثلا در واقع نقشه ها، یا مثلا ویکتور هایی که ما استفاده میکنیم داخل فایل وردمون میشه اشکال گرافیکی. تصویر خیلی مهمه. مثلا میتونیم لوگو رو اد کنیم، میتونیم داخل فایل وردمون مثلا میگم امضایی رو اد کنیم، امضای دیجیتالی رو اد کنیم به صورت PNG اگه اون امضا رو داشته باشیم و امثال این. نوشتن و ویرایش اسناد هم که قاعدتاً با یه نرم افزار صفحه آرایی از این ویژگی برخوردار باشه. فرم‌دهی و طراحی یکی دیگه از قابلیت‌های نرم افزار تایپ ورد است. خب چون نرم افزار پیشرفته قابلیت‌های طراحی و فرم‌دهی بسیاری هم داره که در ادامه توضیح خواهم داد. مثلا کادر حاشیه بهش بدیم و امثال اینها. مدیریت اسناد رو داره که به ما کمک میکنه فایل هامون رو یک پارچه مدیریت کنیم و جلوگیری کنیم از حذفش، از نابودیش و اینکه
کار ما رو آسون و اوکی تر میکنه. آماده سازی چاپ. خب این نرم افزار به ما امکان رو میده ما فرآیندهای آماده سازی چاپ رو انجام میدیم و پرینت کنیم فایل های مورد نظر ما رو. استفاده از ابزارهای هوش مصنوعی این موردی است که در واقع کتاب بهش پرداخته و یکی از بهترین نکاتیه که کتاب بهش اشاره کرده همین استفاده از ابزارهای هوش مصنوعی است و ما در ادامه می‌خوایم این رو یاد بدیم که هوش مصنوعی چه انقلابی در صنعت‌ها کرده و علل خصوص حال در صنعت تایپ و نرم افزار ورد چه انقلاب و چه اقداماتی انجام داده. یکی از بحث‌های جالب و یک سری قلق‌ها داره استفاده از هوش مصنوعی در ورد که در ادامه بهتون یاد میدیم. حال میریم سراغ شناسایی و اجرای نرم افزار. برای باز کردن نرم افزار مایکروسافت ورد راههای متعددی وجود داره که می‌خوایم اونها رو بررسی کنیم و انواع اونها رو. مراحل دانلود و نصبش رو هم که همونطور که می‌بینید سمت راست فایل ما قرار دادیم و یه ویدیو مختصر و مفید براتون هم ضبط می‌کنیم از نصب و آپدیت نرم افزار ورد برای کسایی که مجموعه آفیس رو کلا رو سیستم ندارن و یا می‌خوان آپدیتش کنن میتونه مفید واقع بشه. استفاده از منوی استارت اولین روش بریم با هم بررسی کنیم تک تک روش‌ها. من از این فایل میام بیرون. خب حالا منوی استارت این گوشه سمت چپ در واقع میتونیم ما کلیک کنیم روش و اسم نرم افزار رو سرچ کنیم یا حالا دابل کلیک میتونیم حالا بکنیم و یا اوپن رو بزنیم که برامون باز بشه. روش دوم استفاده از دستور ران هستش. از کد دستوری باید بریم ما روی دکمه کیبوردمون نماد ویندوز و آر رو با هم نگه می‌داریم، یعنی کلید ترکیبی ویندوز آر رو میزنیم و پنجره ران برامون وا میشه. کد دستوری من حالا از قبل نوشتم ولی دوباره براتون می‌نویسم. وین ورد رو ما وارد می‌کنیم و اینتر می‌زنیم یا اوکی می‌کنیم، برامون نرم افزار ورد باز میشه. روش بعدی برای باز کردن نرم افزار استفاده از طریق میانبر شورتکات هستش. خب حالا برای این روش ما نیاز داریم دوباره پنجره استارت رو باز کنیم و اسم نرم افزار رو سرچ کنیم. این روش باید یه بار انجامش بدیم که دیگه داشته باشیمش. من میخوام ساختش رو بهتون بگم وگرنه دیگه این روشی که فرق داره از طریق روش منوی استارت. خب اینجا رو اسمی که ورد اومده راست کلیک میکنیم، اوپن فایل لوکیشن رو میزنید تا بره برامون لوکیشن ورد رو پیدا کنه. من یه بار دیگه میزنم. خب حالا اومد برامون لوکیشن فایل، همونطور که می‌بینید ورد رو به ما نشون میده، خودش هم سلکت کرده. من روش راست کلیک میکنم تا گزینه‌های متنوع برامون بیاد. همونطور که می‌بینید اینجا گزینه کریت شورتکات رو می‌بینید، اون رو میزنم و من یس رو میزنم. اگه این پنجره رو ببندم همونطور که می‌بینید نرم افزار ورد اینجا برای من ایجاد شده شورتکاتش و از همین طریق دابل کلیک میتونم وارد نرم افزار بشم. دیگه نرم افزار رو روی دسکتاپم من دارم، روی میز کار سیستمم. خب حالا روش بعدی هم همونطور که می‌بینید روش استفاده از طریق فایل ورد. حالا اگه یه فایل داکیکس یا ورد هم داشته باشید که آسونه دیگه روش کلیک می‌کنید در افزار ورد و همراه همون فایل برامون باز میشه. روش آخر هم روش استفاده از فایل اکسپلورره که ما میایم اینجا بازش می‌کنیم. خب حالا میایم توی درایو C پروگرام فایلز و مایکروسافت آفیس پوشه روت و همچنین ما میایم اینجا آفیس 16 رو انتخاب میکنیم و اینجا سرچ میکنیم چیزی که بهتون میگم رو. وین ورد رو دوباره اینجا سرچ میکنید برامون میاد. اگه اینجا کلیک کنم نرم افزار ورد برامون باز میشه. و در ادامه میپردازیم به آشنایی با محیط نرم افزار ورد 2024، نرم افزاری که برای تایپ و ویرایش متن هستش. خب نرم افزار ورد همونطوری که شکلش رو تو این تصویر هم می‌بینید، تصویر سمت راست، متشکل شده از 4 بخش. یک بخش نوار روبان که این بخش بهش میگن نوار روبان و در واقع برگه‌های خانه، درج، بازبینی و نما و همه چی داخل این هاست، اینزرت و غیره و غیره. ناحیه سند محل تایپ و ویرایش سنده، به این میگن ناحیه سند که ما روش تایپ میکنیم و عمل نگارش رو روش انجام میدیم. و نوار وضعیت که میشه نوار در واقع نشان دادن شماره صفحه و تعداد کلمات، این گوشه پایین تصویر هستش، یعنی سمت چپ نرم افزار میشه اون پایین. نوار ابزار سریع هم که به دکمه‌های ذخیره و باز کردن و چاپ این اطلاق میشه نوار ابزار سریع. حالا بریم اینا رو تو خود نرم افزار بهتون نشون بدم که بهتر بتونین درک کنین از خودش. خب میایم بیرون. حالا من ورد رو خب همینطور که میبینید اینجا فایل های مورد نظرمونه و در واقع ما میتونیم از این بخش ها دسترسی داشته باشیم به تمامی ابزارهایی که داخل ورد مورد استفاده ما قرار میگیره. من تک به تک و دونه به دونه اینها رو بررسی خواهم که به شما یاد خواهم داد. به این هم میگن بخش سند تصویر
سند ورد و اینجا هم میشه در واقع نوار وضعیت، تعداد کلمات، تعداد صفحه ها و زبانش رو هم نوشته و غیره و غیره. خب حالا برای یک تست ما بیایم بپردازیم به یک نوشته ای. من میخوام یه متن رو بنویسم. مثلا من الان می‌نویسم مثلا سلام، یه دونه اینو پاک کنم، سلام به نیکو های عزیز. خب من این نوشته رو نوشتم و حالا میخوام این نوشته رو بیام فونتش رو تغییر بدم، چینشش رو راست چپ وسط بذارم. خب تک تک اینها رو بررسی کنم. مثلا فونت شروع می‌کنیم از همین سمت. میخوام من فونت این متن رو عوض کنم، میتونم اون قسمتی که میخوام فونتش رو عوض کنم، آیا میخوام فقط کلمه سلام رو اگه فونتش رو عوض کنم، اینجا من پنجره فونت ها که به این شکل هست رو باز میکنم و فونت مورد نظرم رو انتخاب میکنم. مثلا میبینید فونت ما عوض شد، سلام رو با این فونت نوشت. ما الان میام مثلا فونت بیتیت رو انتخاب میکنم که فونت های مرسومی هستش. دقت کنید به اسامی که نام میبرم جز فونت هایی که خیلی به دردتون میخوره و اکثر اسناد رو باید با اون فونت پیاده سازی کنیم. این مثلا بیتیتره، این فونت بیتیتر من نوشتم سلام رو، یا مثلا میخوام همش اینطوری بشه، میام همش رو انتخاب میکنم و مجددا انتخاب میکنم، همه به فونت بیتیتر در میان برای من. خب مورد بعدی سایزشه. خب گاهی می‌بینیم سایزش درشته، میایم اینجا از عدد اینجا که سایزش هست انتخاب می‌کنیم، مثلا سایز 16 همونطور که می‌بینید داره کوچیک‌تر میشه، سایز 8، سایز 9، سایز 10. ولی معمولا برای نوشتن و چیزی که عرفه و استاندارده در کشور ما، سایزی که می‌نویسن بین 11 تا 14 هستش. یعنی شما مطالبی که می‌خواید بنویسین رو با این سایز و تیترها رو هم با 16 دیگه نهایتاً با 18 مشخص می‌کنن. یعنی عملاً شما باید سایزهایی از 11 تا 18 رو به کار ببندین در فایل هاتون. و حالا ما بریم سراغ بحث دیگه‌مون، بحث بولد کردن. من این فونتش رو عوض کنم، بی نازنین میذارم و این رو انتخاب کنم اینطوری. خب حالا بی نازنین میذارم و میخوام این فونتمون رو میخوام یک سری تغییرات روش اعمال کنیم. میخوام بولدش کنم، روی این بی که بزنم فعال بشه، همونطور که ببینید بولد میشه. و اگه این بی رو من غیر فعالش کنم میبینید که از حالت بولد در میاد و ساده تر میشه متنمون. میخوام در واقع ایتالیکش کنم، کلید دستوریش هم می‌نویسه اینجا کنترل آی، من میزنم کنترل آیو، اول یه کنترل ای میگم بعد کنترل آیو میزنم. همونطور که میبینید فونتم رو ایتالیک کرد، نوشتم رو به صورت یه خورده کج در آوردش. حالا من میخوام اینو بیارمش رو حالت بولد متنمو، دوباره کنترل ای میزنم که تا همه متنام انتخاب بشه، کنترل بی میزنم، همونطور که میبینید بولد شد متن من. وقتی از بولدم که در بیام اینطوری میشه. من دوباره اینو انتخاب کنم، کنترل بی، خب بولد شد همشون. حالا این یکی دیگه میرسیم به بوردر. میخوام زیرش یه خطی بکشم، با آندرلاین ما این کار رو انجام میدیم با ابزار آندرلاینز. من این رو اگه متن رو کلا انتخاب کنم و این گزینه رو هم فعال کنم، تا که میبینید یک خط برای من انداخته. میتونم اینجا منوهای خطش از انواع خطایی که من زیر میتونم بندازم رو به من نمایش میده. این شکلی بتونم بندازم مثلا، میبینید دیگه داره عوض میشه. خب این از یک تنظیمات ظاهری. اینم که معلومه دیگه روی خود متن میاد خط میکشه و شما هر چقدر متنتون بزرگتر باشه این جمله رو کلا من میام خط میکشم داخلش. خب این ایکس ها مربوط به محاسبات فرمول ریاضیه که در ادامه بهتون توضیح خواهم داد. بریم سراغ مباحث بعدی. اینا هم مال سایز دیگه. من اگه این انتخاب کنم اینو میتونم سایزش رو اضافه کنم و یا با این بغلیش سایز خودش رو کوچیک‌تر کنم. خب و میرسیم به بحث دیگه‌مون، بحث رنگ متن. من میخوام مثلا این عزیز رو بیام قرمز رنگ در بیارم. عزیز رو سلکت میکنم و از اینجا رنگ رو انتخاب میکنم و قرمز رنگ میزنم. همینطور که میبینید برای من متن عزیز، من اینا رو اگه بردارم میتونیم راحت‌تر کارمون رو انجام بدیم. خب میبینید که عزیز رو برای ما به رنگ قرمز رنگ در آورده. این هم که از اسمش معلومه هایلایت میکشه. من مثلا میخوام این قسمت رو برای من هایلایت کنه، های رو میبینید با رنگ زرد برای من هایلایت کرده. رنگ بندی های مختلف هم داره. نوکارل هم که تیک بزنید و انگار بیرنگش میکنه دیگه، از اون حالت سلکت در میاد این متنمون. من کجایی که بخوام میتونم هایلایت کنم با هر رنگی که دوست دارم. خب اینم از این. من
اینا رو کلا برمی‌دارم تا پاک بشه همشون. خب میرسیم به استایل، جایی که استایل میخوام بدیم به فونت. من مثلا میخوام سلام رو یه خورده استایل بهش بدم. حالا این بیشتر روی متن‌های انگلیسی زیباتر میسازه، ولی همونطور که میبینید استایل متنم رو عوض میکنه. من یه خورده زوم کنم رو خود تصویر متوجه میشید. میبینید همونطور که میبینید برای من عوض کردین بخش‌ها رو. خب حالا تنظیمات خود فونت، میایم پنجره فونت رو باز میکنیم. اینجا فونت هایی که میتونیم ما داشته باشیم میگه در حالت عادی مثلا سایز، نه دقیقاً همون تنظیماته که به صورت پیش‌فرض روی فایل میتونیم در نظر بگیریم از طریق پنجره فونت و انواع چیزهاش هم که قابل مشاهده و مثلا رنگش رو میتونیم در حالت پیش‌فرض انتخاب کنیم و غیره. نوع فونتش ایتالیک باشه، بولد باشه، سایزش چی باشه، خود فونت اصلا چی باشه. اینجا اسامی فونت ها رو برام آورده، میتونیم سرچ کنیم و پیدا کنیم سایزاشون و غیره که اوکی رو بزنیم تنظیمات اعمال میشه روی فونتمون که ما الان این تنظیمات رو انجام دادیم. نوبتی هم باشه میرسه نوبت به قالب بندی متن. ما اینجا یه متن آزمایشی و تمرینی آماده کردیم که داخل کانال براتون میذارم و یا با هر متنی که دوست داشتید میتونید این تمرینا رو انجام بدید. من وارد نرم افزار ورد میشم، فایل سفید بازه، سند خالی ما داریم اینجا و من میام کنترل وی میزنم تا متنم پیست بشه. خب همینطور که میبینید متن ما رو به هم ریخته کرده و در واقع خوانایی نداره و ما برای اینکه بریم متن رو خوانا کنیم میتونیم باید اینها رو از طریق پنجره پاراگراف راست چین، چپ چین، وسط چین بودنشون رو درست کنیم. من میام از اینجا این که وسط چینه، این هم که چپ چین بود و میام راست چینش میکنم. همینطور که میبینید نوشته ما خوانایی بهتریه و الان قابل خوندن و قابل فهمه. این اولین مورد که ما خواستیم بررسی کنیم. مورد بعدی این که ما اینجا گزینه در واقع بولت گذاری داریم. میتونیم اینا رو بولت گذاری کنیم. بولت ها به این شکل ها هستن. میتونیم مثلا یه خط رو همونطور که میبینید تغییر داره همزمان اعمال میشه. برای تاثیرگذاری جملات استفاده میشه. مثلا بگیم این خط مهمه، این خط داره تعداد خاصیه، میخوایم جاهایی از متن رو مشخص کنیم به هم مربوطه، میام از بولت گذاری استفاده میکنیم. حالا برای این کار من الان میخوام در واقع این خط رو بولت بذارم. میام انتخاب میکنم، روش کلیک میکنم. الان این بولت اینجا گذاشته شده. اما شما در حالت عادی که هستین تنظیماتی رو روی وردتون انجام ندادید، به این صورت برای شما در میاد. بولتی که میذارید، بولت کاملا میاد این سمت. شما شروع جملتون پاراگرافتون اینجاست، اما خب به اشتباهی بولت رو از سمت چپ میذاره و ما باید راست چینش کنیم. بدین منظور پنجره پاراگراف رو باز میکنیم، همونجور که سلکت هست میایم رو حالت اینجا left to right رو میایم بذاریم right to left و در واقع این رو هم روی right میذاریم، اوکی میکنیم. همونطور که میبینید کاملا درست شده این بخشمون. و حالا نامبر گذاری ها هم که هستش به همین صورت باید همه تنظیمات اعمال بشه. من اگه رو این بزنم همونطور که میبینید شماره گذاری برای من میکنه، شماره 1، شماره 2، شماره 3. من اگه برم اینتر بزنم میبینید شماره 4 رو هم خودش اضافه میکنه. من میام یه متن تستی مینویسم به ادامهش. خب بهتر است با تمرین و تلاش به موفقیت رسید. خب حالا در واقع میام رو یک سری تنظیمات دیگه هم میتونیم ما انجام بدیم. اینا مولتی لیستایی که میتونیم ما داشته باشیم. مثلا اگه این رو سلکت کنم، مولتی لیستمو بذارم روی این حالت، همونطور که میبینید اینطوری برام میاد شماره گذاری میکنه و انگار شماره گذاریاشو حالت شماره گذاشتنش عوض میکنه با نقطه 4 نقطه بعد جملت. اینجا انواع مختلفی داره، میتونه در واقع عددی باشه، میتونه به این نحو بذاریم برای خودمون، لیست قابلیت‌ها براش بذاریم، هر کدوم داره زیر مجموعه و توضیحات خاص خودش باشه و اقلام اینجور مسائل انگار یه فهرست هوشمند برای خودمون درست میکنیم با این کار. حالا ما میرسیم به در واقع این بخش جاستیفای. میاد برای ما چیکار میکنه؟ جملاتمون رو امتداداش رو درست میکنه و در واقع جمله بندیامون درست و چینشش درست. این هم برای فاصله بین جملات به کار میره. همونطور که میبینید داره بین خطوط فاصله ایجاد میکنه. من بیام اینا رو الان با عدد بذارم. خب الان میاد برای ما
اینجور کارا رو انجام میده. همونطور که میبینید مرتب سازی و قالب بندی ها رو به این صورت انجام میده. متن‌ها رو کشیده میکنه، در واقع ابتدا و انتها رو به هم نزدیک میکنه، فاصله ها رو یه اندازه میکنه که از اون حالت شلختگی متن در بیاد. در واقع حالا میرسیم به گزینه‌های بعدی. مثلا فاصله بین خطوطه. من میخوام پاراگراف اولم رو فاصله بین هر خطش رو بیشتر کنم. اینجا همونطور که میبینید داره فاصله بین هر خط رو برای من بیشتر و بیشتر و بیشتر میکنه. من مثلا میذارم رو همین 1.5 باشه. حالا گزینه‌های بعدی هم که همونطور که میبینید رنگشه. ما میتونیم یک رنگی رو انتخاب کنیم. من اگه این پاراگراف انتخاب کنم، رنگ رو میام مثلا رنگ اون پاراگراف رو میام مثلا میگم رنگی که خونده بشه، نوشتمو آبیه، در واقع کم رنگ میذارم. همونطور که میبینید اون پاراگراف کلا به این رنگ در اومد برامون. و حالا مثلا میخوام خط دومم رو یک سری تنظیمات دیگه بازوش انجام بدم. در واقع بیام خط گذاری کنم، یه خطی بکشم. نکنم همونطور که میبینید بوردر داره، تاپ بوردر داره، لفت بوردر داره، رایت بوردر داره. برای من میاد خط میذاره. من مثلا میخوام این خط رو انگار از خط بالا جدا کنم و تاپ بوردر میذارم. همونطور که میبینید برای من یه خطی رو میکشه و جدا میکنه. تا بوردری که میذارم اینجا باز تنظیمات مخصوص به خودش رو هم میتونم داشته باشم. من اگه بیام تو پنجره تنظیمات، اینجا میتونم تنظیمات بوردرم رو درست کنم. مثلا انگار ضخامت خط رو تعیین میکنه یا مثلا نوع خود خطوط. من میذارم مثلا روی 2 خط و اوکی میکنم. دوباره متن رو سلکت کنم و همونطور که میبینید الان دیگه برای ما 2 خط اعمال شده. من یک زومی بکنم تا ببینید شما. ببینید 2 خط شده برای ما، 2 خط باریک اعمال شده رو تصویر و امثال اینا. اینم که برای مرتب سازی سورت کردن متن‌ها به کار میره. بیشتر برای انگلیسی و اعداد کاربرد داره این قابلیت و میشه سورتش کرد. تنظیمات سورت هم که اینجا داره، بر اساس تکست داره، بر اساس نامبر داره، بر اساس دیت داره. این هم که خود پاراگرافه که برای ما میاد، اگه روشنش کنیم میاد هر پاراگرافو برای ما در واقع مشخص میکنه. انتهای هر پاراگرافو اینجا برای ما پاراگراف‌ها رو مشخص کرده. من حالا اینو برمی‌دارم که به حالت عادی برگردیم. حالا در ادامه ویدیو بیشتر در مورد یک سری قابلیت‌ها و استایل‌ها و انواع اینجور مسائل صحبت خواهیم کرد. من متن رو برگردوندم به حالت اول که بریم در ادامه ویدیو یک سری تنظیمات جدید رو روی متنمون اعمال کنیم. حالا میرسیم به کار با جداول. در واقع کار کردن با جدول‌ها امروزه یکی از لزومه‌های تایپ و صفحه آرایی هستش که ما میریم بپردازیم به ساخت این نوع جدول‌ها. من وارد نرم افزار ورد مجددا میشم. من خودم از قبل یه دونه تیبل ایجاد کردم و حالا می‌خوایم یه دونه جدید با هم دیگه ایجاد کنیم. من یه فایل دیگه کلا وا می‌کنم برای که قاطی نشه. از زبانه فایل گزینه نیو و بلانک داکیومنت رو انتخاب می‌کنم. برای اضافه کردن تیبل اینزرت رو میریم، زبانه اینزرت تیبل رو انتخاب می‌کنیم و همینطور که می‌بینید اینجا در واقع به ما نشون میده جدولی که می‌خوایم رسم کنیم رو. مثلا 2x2 میزنم، 3x2 میزنم، یعنی 3 تا سلول در 2 ردیف و امثال اینها. اگر خواسته باشید یعنی تعداد از این فراتر بره اینجور چیزها، خود ورد یه قابلیتی داره به اسم اینزرت تیبل که میایم دستی تعداد رو وارد میکنیم هر چقدر که خواستیم. مثلا 100 تا سلول در 100 ردیف. من اگه اوکی رو بزنم این رو باید بدم 1 تا 63 بیشتر نمیدم، من 50 میذارم. 50 تا 100 یا کنید. همونطور که میبینید برای من این سلول ها و جدول ها رو رسم میکنه. حالا من به اینا کاری نداریم، میریم سراغ کار خودمون. در واقع اینجا میرسیم به من یک برنامه هفتگی ایجاد کردم. میخوام یک سری تغییرات روی این تیبلمون ایجاد کنیم. شنبه، یک شنبه، دو شنبه، سه شنبه و چهار شنبه. خب ما یه روز اینجا کم داریم و باید پنج شنبه رو هم بهش اضافه کنیم. اگه نگاه کنید بغل که قرار میگیریم، بغل هر ردیف میاد یک مثبتی رو نشون میده. من اگه اینو بزنم از این وسط یک دونه ردیف به ردیفای جدولم اضافه میشه.
و نه، من میخوام به آخر اضافه کنم، پس من روی این آخری کلیک میکنم و اینجا اضافه میشه و مینویسم 5 شنبه. خب همینطور که میبینید اضافه شد و همینطور که میبینید ما مثلا زنگامون فکر کنیم 4 کلاسه است و 4 تا اینجا اضافه داریم. برای این امر میایم اینا رو سلکت میکنیم، گزینه دیلیت رو انتخاب میکنیم و اوکی میکنیم و همینطور که میبینید اون اضافات پاک میشه. من مثلا یک درس رو مینویسم ریاضی، بعد مثلا ارائه خدمات، بعد مثلا می‌نویسم درس دینی و مثلا فیزیک. خب حالا همونطور که می‌بینید اینجا نوشته شد. الان میگین به هم ریخته است و اینا. خب ما میایم اینجا رو از اینجا میتونیم اینو بکشیم و اضافه کنیم بهش. همونطور که می‌بینید خط درست میشه. من اگه این رو هم درست کنم، برای این کار که اندازه ها درست در بیاد، من کل تیبل رو انتخاب میکنم با کنترل A، راست کلیک میکنم، در واقع این میان و راست کلیک میکنم، اتوفیل رو میزنم و این خب اون میاد به درصد میانگین میاد فاصله ها رو رسم میکنه برای که دیگه به هم ریختگی متن نداشته باشیم. حالا من این ردیفی که اضافه شده رو میخوام پاک کنم. چجوری؟ میام انتخابش میکنم این ردیف رو، کلا سلول هاشو، و اینجا گزینه دیلیت میاد و طبق همون رویه پاک میکنم. اگرم بخوام مثلا یک درس اضافه کنم باز هم به همون رواله. من اینجا میام اینجا یا از طریق این پنجره هم میشه رفت. اینجا تیبل دیزاین رو داریم، کلیه مجموعه ها رو به ما نشون میده، انواع تیبل بندی ها. من مثلا میام در واقع این نوع تیبل گذاری رو انتخاب میکنم. این خورده تمپلیت استایل تیبل فرق میکنه. و حالا میخواستیم یک دونه اضافه کنیم. اینجا گزینه اینزرت داره، میرم از اینجا گزینه تیبل لیاوت، من یه ردیف رو انتخاب میکنم و اینجا میرم اینزرت لفت رو میزنم. همونطور که میبینید اینجا بهش اضافه میشه و اینجا میرم مثلا یه درس دیگر رو اد میکنم، مثلا درس ارزم به حضورتون درس دانش فنی رو. به همین راحتی برای روز دیگه هم میتونید درس‌های متنوعی رو اد کنید، یا مثلا حالا بیشتر اینجا باید برای روزهای هفته باشه و اینجا هم برای تعداد زنگ‌ها، یعنی انگار درسایی که برای اون زنگ داریم. حالا ما اینجا خورده برعکس عمل کردیم. و یا اصلا میتونید در واقع خود نوع تیبل رو عوض کنید توی تیبل دیزاین و بیان تمپلیت مربوط خودتون رو اصلاح کنید. و حال دیگر میرسیم به بخش درج و ویرایش گرافیک و اشکال. توی مبحث میخوایم یاد بگیم که چگونه شکل‌ها و مثلا لوگوها و تصاویر رو به فایل‌های وردمون اضافه کنیم. من دوباره نرم افزار رو باز میکنم. خب میخوام یک دونه لوگو به اول انگار فایلمون اضافه کنم. میام از زمانه اینزرت گزینه پیکچرز رو میزنم. خب اگه اینترنت روشن باشه و بخواید چیز کنید از تو اینترنت میگیرید، و اگرم بخواید که من اصلا پیشنهاد نمی‌کنم چون معمولا با مشکل مواجه میشین و اینجور مسائل، من گزینه دیس درایوز رو میزنم که بیاد از هم فایل های خود سیستممون انتخاب کنه. من اینجا این لوگو رو انتخاب میکنم، اینزرت رو میزنم و همینطور که میبینید تصویر لوگوی من اومده وارد صفحه ورد من شده. اما خب این خیلی بزرگه و همینطور که میبینید باعث به هم ریختگی فایل من شده. من برای این کار و نمیتونم حتی جابجاش کنم و بین متن‌ها گیر کرده. اینجا گزینه لیاوت آپشن رو که بزنیم حالت‌های مختلفی رو به ما نمایش میده. مثلا این یکی از اون حالت‌هاست که همونطور که از ظاهر معلومه مثلا پیداست که قراره چه بلایی بر سر متنمون بیاره. اما من این گزینه رو انتخاب میکنم که یعنی لوگو هیچ تأثیری روی انگار نوشته من نداره و میره پنهان میشه زیر نوشته، و من اون رو کوچیک میکنم و جابجاش میکنم به اینجا این اول خط. من یه خورده هم بیارمش پایین‌تر. خب
خب حالا که عکس رو اضافه کردیم یا مثلا لوگو رو میایم اینجا میذاریم، هر جا که دلمون بخواد فرق نمیکنه و تنظیمات مختلفی هم داره. اگه روش من کلیک کنم شما متوجه میشین که اینجا تنظیمات عکسی که ما میخوایم بندازیم. مثلا انواع فیلترها رو میتونید روش اعمال کنید، فیلترهای رنگی و تنظیماتون رو روش انجام بدید. رنگ بندی داره، میتونید رنگش رو عوض کنید، مثلا بنفش بذارید، هر رنگی که دوست دارید بذارید. بعد اوپاسیتی داره، میتونید اوپاسیتیش رو کم کنید و یک سری جاها به دردتون میخوره که من همون حالت عادیش میذارم. بوردر میتونید بذارید براش، انواع بوردرها، انواع حالتها که میبینید هر کدوم فرق داره با اون یکی دیگه. و اینکه دیگه قابلیت‌های دیگه داره، میتونیم ما مثلا بگیریم در واقع اینجا چینشش رو مرتب کنیم، مثلا بگیم راست چین شو، برو از سمت بالا و اینجا وسط چین شو، اینجا این خطا رو بنداز پایین خودت، اول خط برو، که بهترین حالتش هم اینه و پرکاربردترینش هم اینه. شما تنظیمات رو انجام میدین و در آخر میان رو عکستون رو ادیت میزن. من اگه حالا این خب سلکت شد جابجاش میکنم، اینجا میارمش، این پایین میذارمش. خب حالا میرسیم به مباحث بعدی که در رابطه با ابزارهای بازبینی و ویرایشه. خب این ابزارها به ما کمک میکنه که ما فایل هامون رو در واقع شناسایی کنیم، بازبینی کنیم و مورداتش رو رفع کنیم. خب همونطور که بخوایم مثلا یک کلمه‌ای رو ببینیم چقدر تکرار شده، مثلا میتونیم از این گزینه انتخاب کنیم و یا کنترل F رو بزنیم که پنجره‌اش برامون باز بشه و اون کلمه رو ما بیایم سرچ کنیم. من یا یک کلمه‌ای رو می‌نویسم که چند بار تکرار شده باشه داخل متن. این کلمه ب من سرچ میکنم، همینطور که میبینید جاهایی که ب داره رو برای ما مشخص کرده و حالا میتونیم اینجا رو مثلا بریم سر وقتشون و در واقع ادیتشون کنیم و هر کاری که خواستیم رو انجام بدیم. و یا میتونیم جایگزین کنیم، مثلا این کلمه ب که ما پیدا کردیم از این بخش ریپلیس جایگذاری یا با فشردن کلیدهای ترکیبی مخصوص خودش بریم عمل جایگذاری رو انجام بدیم. ب رو مثلا بکنیم با، من اگه اوکی بزنم خب هر جایی که ب بوده دیگه الان شده با. اینطور که میدونی اونجا با شده، اینجا با شده، ما دیگه بی توی جمله هامون نداریم. این از این مسئله. و اینکه برای مسئله بعد استفاده از اسناد پیشرفته و ویژگی‌های پیشرفته سند. خب ما بریم دوباره ورد رو مجدد باز میکنه. من یه صفحه جدید باز کنم، اینجا شلوغ شده. قابلیت پیشرفته رو تست کنیم با هم دیگه. میایم توی اینزرت، مثلا چارت یکی از قابلیت‌های خیلی مهم و پیشرفته نرم افزار هست که انواع چارت ها رو می‌بینیم. من این چارت عادی رو اد میکنم به صفحه. تایتل میتونین برش بذارین، عنوان میتونین برش بذارین، درجه میتونین برش بذارین. بعد دیگه کاتگوری داره اینجا در واقع عددا رو که عوض کنین. مثلا من اینجا 10 می‌بینید، همونطور که می‌بینید این میرسه به 10 و کاملا برای کارهای آماری به درد میخوره. این نوع جداول و این نوع چارت ها. دیگه کارهای پیشرفته‌ای که میشه انجام داد، مثلا میشه استایل متن‌ها رو تغییر بدیم، نمودارها رو بهش اضافه کنیم یا در واقع لینک بدیم به متن‌ها. من این متن رو بیارم، میخوام این کلمه رسید رو من لینک دارش کنم. خب چجوری عمل اتفاق میفته؟ از بخش اینزرت گزینه لینک، بعد اینجا میگه به کجا میخوای لینکش کنی و من میگم مثلا به
یه آدرسه که الان وارد میکنم مثلا google.com. خب این لینک داشت و همینطور که اگه میبینید کسی اگه کلیک کنه روش میره داخل سایت گوگل. من حالا اینو یک سیو میکنم که برای شما نشونش بدم. خب بریم توی دسکتاپ، اینجا تست لینک، من فایل رو سیو میکنم. حالا در مورد پنجره سیو هم با هم دیگه صحبت میکنم. من اینا رو میبندم. خب این هم don't save، اینا رو میبندم. خب تست لینک رو اگه باز کنم اینجا میبینیم که اینجا برای ما لینک دار کردیم متن رو و کنترل رو اگه نگردیم و کلیک کنیم وارد لینکی که گذاشتیم میشه. حالا اگرم بخوایم اصلاحش کنیم که دوباره میریم تو همین اینزرت، لینک رو انتخاب میکنیم. اینجا یه حرف رو جابجا زدیم، من اینو درستش کنم. حالا وارد سایت گوگل میشیم و لینک رو پیدا میکنه که اگه اینترنتتون وصل باشه و پرسرعت باشه به اون سایت ارجاع داده خواهید شد. یکی از موقعیت‌های دیگه‌اش مثلا اسمارت آرت که در واقع یک سری میشه گفت خونه هایی رو به ما میده که ما توش پر کنیم، یک سری جداول رو به ما میده که تمپلیت های مختلفی داره، لیستی داره دیگه، اشکال داره، مثلا اینطوری نمودار داره، مثلث هرم داره، مثلا اگه انتخاب کنیم برای ما رسم میکنه و انواع مختلف اینجور داده ها که چارت هم باید داشته باشه احتمال زیاد. اینجا چارتیشه. اگه خواستید مثلا چارت سازمانی رسم کنید میتونید از این طریق چارت سازمانی مورد نظرتون رو رسم کنید و اینجا بنویسید و کارهای دیتاییش رو انجام بدید. خب وقتی میرسه که به نرم افزار ورد بپردازیم و با قابلیت هایی که هوش مصنوعی چجوری بهش اد کنیم و از هوش مصنوعی استفاده کنیم. خب برای این امر من نرم افزار رو باز میکنم براتون. باید اینترنت دستگاه متصل باشه و اینکه قبلش هم باید چک کنید آیا ببینید وردتون آخرین نسخه آپدیت و بروز رسانی هستش یا خیر. اونم از این طریق گزینه فایل رو بزنید، برین تو بخش اکانت و آپدیت و همونطور که میبینید آپدیت ناو داره چک میکنه آپدیت ورد من رو. من در حال حاضر آپدیته. خب حالا میام اینجا از این پنجره هوم آخر گزینه اد اینز این رو انتخاب میکنم. اینجا برای من یک سری همونطور که میبینید هوش مصنوعی یا آپشن ها رو برای من نشون میده که میتونم اونا رو نصبشون کنم. من الان یکی رو مثلا انتخاب میکنم، همین اولی رو انتخاب میکنم. خب گزینه اد رو میزنم. خب همون شروع میکنه به نصب کردن برای من. خب برای من نصب شد. خب این الان هوش مصنوعی برای من بالا اومد. من الان بخوام بهش توی ورد خیلی میتونه کمک کنه. من بر فرض مثال یک چیز ساده بهش میگم برام یک نامه کوتاه اداری بنویس برای مدیرم که اسمش مثلا آقای جای خالی است. من اینو بزنم که تکست. خب این نامه برش زد آقای جای خالی با سلام و احترام. امیدوارم می‌پایم دیگه قشنگ برام این نامه زد. قشنگ اینجا میتونید نام خودتون رو بنویسید و برای طرف بفرستید و اصلا بهش بگو راست چین کن و استاندارد سازی انجام بده. من اینو بزنم اینم انجام میده برامون. بله
راستچینش هم برای ما زد، استاندارد سازیش هم انجام داده دیگه. فقط باید این متن قبلیش رو پاک کنیم. خب اینم از بحث در واقع نرم افزار ورد. واحد یادگیری یکمون تموم میشه، یه واحد یادگیری دوم میمونه که اون رو هم به زودی بهتون آموزش میدیم. با ما همراه باشین. ممنونم که تا آخر ویدیو همراه ما بودید. و نکته دیگه این که فایل ها هم آپدیت میشه. حتما سوشال میدیا ما رو که با آدرس نیکوکد آفیشیال هست، چه در یوتیوب و چه در تلگرام، دنبال کنید. مرسی، ممنون.